خیلی منتظر میشیم که همین ویدیو پیشنهاد کنیم که باید مردک فهمد خودش هم فرزند دارد، خواهر دارد، اما ناحرمتی به غریب دختر میکنن. همین میفهمید. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که یه مردی آمده گفت که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من اجازت دهید که من زنا کنم، من همه اسلام را، فرموده های اسلام را اجرا میکنم غیر زنا. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم اترضاه لامک، آیا برای مادرت راضی میشوی که مردم با مادری تو زنا کنن؟ گفت نه. با خواهرت، با دخترت راضی میشوی؟ گفت نه. همین گونه مردم هم راضی نمیشوند. گفت یعنی انسان با همراهی دیگر برادران و خواهران مسلمان چنان معامله کند که خود میخواهد که با همون معامله کرده شود. شما میخواهید که نسبت خواهر شما، دختر شما مردم بی آدابی کنند، بی حرمتی کنند، علل خصوص در غریب به جای دستگیری کردن یک خواهر مسلمان، به جای مثلا حمایه کردن خواهر مسلمان شما آمده خواهر مسلمان را اذیت میدهید، گناه کبیره است. پرهیز کنید.